أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب فضل الدعاء بظهر الغیب، یعنی باب در مسئله فضیلت دعا کردن در غایب بودن همدیگر، در پشت سر همدیگر با یکدیگر دعا کردن چی فضیلت و چی ثواب و چی اجر دارد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب 3 آیت می آورد. اولین آیت سوره حشر آیت 10 است که میگوید: قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که والذین جاءوا من بعدهم، و آن کسانی که آمدن بعد از آنها، یقولون، اون بعدینه آمده ها میگویند که ربنا اغفر لنا، ای بار الها بیامرز ما را، ای بار الها ببخش گناهان ما را، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، و همچنین ای بار الها ببخش برادران ما را که پیش از ما ایمان آوردن و در ایمان آوردن با ما سبقت کردند و پیش از ما ایمان آوردند. ای الله جل جلاله اونها را همچنین ببخش. پس ببینید که در این آیت الله جل جلاله بیان میکند که کسانی که بعد از اونها آمدند در حق خودشان و همچنین در حق گذشتگانشان دعا میکنند. پس این اجر و پاداش و ثواب و برتری دارد. و دویم آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب میارد سوره محمد آیت 19 است که میگوید: و قال الله تعالی، و الله سبحانه و تعالی گفته است که واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی طلب مغفرت بکن برای گناهانت و همچنین برای مؤمن مردان و مؤمن زنها طلب مغفرت بکن. یعنی که برای دیگران دعا کردن و برای دیگران از الله جل جلاله چیزی را درخواست کردن، این همچنین عملی نیک است و عملی شایسته و عملی قابل تحسین است که الله سبحانه و تعالی در این سوره محمد آیت 19 به این امر میکند پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که واستغفر لذنبک، برای گناهان خود طلب مغفرت بکن و همچنین برای گناهان مؤمن مردان و مؤمن زنا هم همچنین طلب مغفرت بکن. این دومین آیت در زیر باب فضیلت دعا کردن در پشت سر همدیگر. و سومین آیت را می آورد سوره ابراهیم آیت 41 هست. امام نووی رحمه الله میگوید: و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است اخبارا عن ابراهیم علیه السلام، یعنی در حال بودنش خبر دهنده از زبان ابراهیم علیه السلام. یعنی الله سبحانه و تعالی از زبان ابراهیم برای ما و شما خبر میدهد در سوره ابراهیم آیت 41 که میگوید حضرت ابراهیم علیه السلام گفتند که ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی ای بار الها ببخش من را، ربنا اغفر لی، ای بار الهی ما ببخش من را، ولوالدی، و همچنین پدر و مادرم را ببخش ای الله جل جلاله، وللمؤمنین، و همچنین مؤمنها را هم ببخش ای الله جل جلاله، یوم یقوم الحساب، روزی که برپا می شود قیامت، روز حساب و کتاب برپا که می شود، پس ای الله جل جلاله ما را ببخش. پس طلب بخشش کردن
برای نفس خود و انسان و برای دیگران این عملی شایسته تحسین می باشد و همچنین یکی از سببهای قبول شدن دعای بنده هست که هر چیزی را که ما برای خودمان دوست می‌داریم برای دیگرها هم باید دوست بداریم. پس بخشش گناه را برای خودمان دوست می‌داریم، برای دیگرها هم دوست بداریم، در حق اونها هم دعا بکنیم. یا رفع مشکلات را برای خودمان دوست می‌داریم، پس برای دیگرها یگان رفیق و دوست و دیگر مسلمان‌هایی که در مشکلی باشند، پس ما و شما دست برداشته در حق اونها دعا کنیم. این بسیار عمل نیک است. چطوره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، یعنی ایمان هیچ یکی از شما کامل نمی شود تا زمانی که دوست بدارد برای برادرش آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد. پس برای خودت ای مسلمان دوست می‌داری که گناهانت بخشیده شود، پس در حق برادرت هم این را دوست بدار. پس ای مسلمان تو خود می‌خواهی که از مشکلات رها بشوی و از مشکلات خلاص بشوی، پس در حق برادرانت هم دعا بکن که از مشکلات خلاص شوند. پس خود می‌خواهی که رزق فراوان به دست بیاری، از مشکلات کم رزقی رها بیابی، پس در حق برادر مسلمان هم دعا بکن که اون هم از مشکلات خلاص بشود و از مشکلات رها بیابد. پس این سه آیت درباره دعا کردن در حق خود انسان و برای دیگران است که و در حق دیگرها هم همچنین دعا بکنیم. و در حق دیگران دعا کردن چطوره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی که ما و شما در تشهد میگوییم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که فانکم اذا قلتم ذلك، پس هنگامی که شما همین سخن را گفتید، یعنی که حدیث بخاری است که همچنین مسلم از عبدالله ابن مسعود روایت میکند فانکم اذا قلتم ذلك، یعنی هنگامی که شما همین سخن را گفتید، یعنی گفتید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، که یک و یک ما و شما در نماز در وقت التحیات خواندن این دعا را میکنیم، وقتی میگه شما همین دعا را که گفتید سلمتم علی کل عبد صالح فی السماء والارض، پس شما دعا کردید، دعای شما شامل می شود بر تمام بندگان نیک، بندگان نیک الله که در آسمان و زمین هستند، همه اونها دا شامل می شود. وقتی شما میگوید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، پس شما در حق تمام بندگان صالح الله که چی در آسمان باشد چی در زمین، همه اونها را در حقشان دعای نیک کردید، دعای خوب کردید، خیرخواهی کردید برای آنها. و این بود سه آیت. و همچنین دوست داشتن برای نفس خود، هر چیز را دوست می‌داریم برای برادرهایمون هم باید دوست بداریم. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث های این باب را بیان میکند که دو حدیث در زیر این باب میارد. حدیث اولین این باب حدیث 1493 کتاب ریاض الصالحین هست که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1493 کتاب ریاض الصالحین میگوید وعن ابی الدرداء رضی الله عنه وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، یعنی از ابو دردا رضی الله عنه روایت است که هر آینه ابو دردا شنید پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفتند ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، رواه مسلم. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است که رسول الله میگوید ما من عبد مسلم، یعنی هر بنده مسلمان یدعو لاخیه بظهر الغیب، دعا بکند برای برادرش از پشت سرش، در پشت سری برادرش دعا بکند، در غایب بودن برادرش در حقش دعا بکند
الا قال الملک، مگر این که ملائکه میگوید ولک بمثل، یعنی نصیب تو باد همانند آن، ولک یعنی برای تو هست، بمثل همانند آن دعایی که تو در حق برادر رو دعا کردی. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. یعنی که وقتی در حق یک برادرت طلبی کشایش رزق میکنی، ملائکه در حق تو هم اون طلب رو میکند. وقتی در حق برادرت طلب آمرزش گناهان میکنی، ملائکه هم برای تو آن را طلب میکند. وقتی که در حق برادرت خلاص شدن از قرض و از مشکلات دعا میکنی، ملائکه هم همچنین در حق تو این دعا را انجام میدهد. این هست روایت مسلم، این بود حدیث 1493 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1494 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1494 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عنه، یعنی از ابو دردا رضی الله عنه همچنین روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقول، پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفتند دعوت المرء المسلم لاخیه بظهر الغیب مستجابه، یعنی دعای شخص مسلمان در حق برادرش در غایب بودن آن مستجاب هست، پذیرفته می شود. وقتی که در حق یک برادرت که در نزد تو نیست و در حقش دعا میکنی که الله سبحانه و تعالی اون را حفظ کند و اون را نجات بتید از مشکلات و مشکلاتش را حل بگرداند، میگه این دعا مستجابتون، دعای پذیرفته می شود، دعای مقبول است در درگاه الهی. عند رأسه ملک موکل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموکل به آمین. میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم این در رأسه، یعنی بالای سر این دعا کننده ملک موکل، یک ملائکه موظف شده است، یک ملائکه هست که الله جل جلاله آن ملائکه را موظف کردگی از وظیفه و اون ملائکه را مخصوص برای همین گرداندگی است که کلما دعا لاخیه بخیر، هر زمان و هر وقتی که دعا میکند برای برادرش به یک نیکی، در حق برادرش یک نیکی میخواهد از الله جل جلاله، قال الملك الموکل به، پس همون ملائکه موظف شده در دعای به آن دعای اون انسان میگوید که آمین. وقتی که برای برادرت هر چیزی را که درخواست میکنی، اون ملائکه بالای سر تو نشسته است تو در دعای تو آمین میگوید. ولک بمثل، بعد از آمین گفتن نمیگوید که ای الله قبول بفرما دعای این بنده را، بعد از این دعا را کردن میگوید ولک بمثل، یعنی نصیب تو باد همانند آن، یعنی چیزی که برای برادر درخواست کردی همچنین الله جل جلاله برای تو هم آن چیز را بدهد. پس ببینید ملائکه موکل و ملائکه موظف شده در حق تو هم دعا میکند وقتی تو در حق برادر مسلمانت دعا میکنی. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. پس دعا کردن در حق برادر مسلمان در غایبش، این با آن معناست که یعنی که اون از ما دعا طلب نکرده باشد، یعنی اون دعا طلب نکند. وقتی که ما فهمیدیم یک برادرمان در یک مشکلات است، در یک وزمینی هست، ما در حقش دعا بکنیم، جای نماز پرتویم، 2 رکعت نماز بخونیم، بعد از اون دست برداریم به سوی الله جل جلاله، در حق اون برادرمان دعا بکنیم که اون از ما دعا نخواسته است، ما خودمان دعا بکنیم، پس این انا همین فضیلت را دارد. اگر که اون برادر خودش از ما دعا طلب بکند، اون مسئله جداگانه است، در زیر این باب داخل نمی شود. گویا که اون وقتی از ما دعا طلب میکند، گویا در وقت دعا کردن با ما یک جا هست، در زیر این فصل، در زیر این باب داخل نمی شود. پس
بهتر و چی بهتر و خوبتر که ما در حق برادرانمان بدون آنه که اون از ما طلب دعا بکند در حقشان دعا بکنیم. پس این بود باب فضیلت دعا کردن در غائب همدیگر. با همین این باب به آخر رسید. باب نو شروع می شود: باب فی مسائل من الدعاء، یعنی باب در مسئله چند مسئله های درباره دعا کردن. یعنی همچنین این باب در مسئله چند مسئله های مهم درباره دعا کردن هست، این را می آورد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب چند حدیث ها را برای ما و شما تقدیم می کند. اولین حدیث این باب حدیث 1495 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1495 کتاب ریاض الصالحینش می گوید: عن اسامه بن زید رضی الله عنهما قال، یعنی از اسامه ابن زید رضی الله عنهما روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صنع الیه معروف، یعنی هر کسی که به اون نیکی شود. من صنع الیه معروف یعنی هر کسی که برایش نیکی انجام شود، یک کسی بیاید در حقش خوبی بکند، فقال لفاعله، پس این انسانی که خوبی دیده است برای آن کسی که نیکی کرده است برای اون انسان بگوید که جزاک الله خیرا، جزاک الله خیرا. یک کس برایت خوبی کرد و تو برای اون انسان بگویی جزاک الله خیرا، فقد ابلغ فی الثناء، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید پس واقعا این انسان به طور کامل بجا آوردگی از فی ثناء، سپاس و قدردانی اون انسان را. یعنی وقتی که یک انسان برای تو یک کاری نیک میکند، تو برایش میگوی جزاک الله خیرا، پس تو کامل به طور کامل انجام دادی سپاس گفتن و قدردانی اون انسان را. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است. و قال حدیث حسن صحیح، میگوید این حدیث حسن و صحیح میباشد. یعنی که یک کس برای ما نیکی میکند، یک کار خوب میکند، ما باید بگیم جزاک الله خیرا. پس معنای جزاک الله خیرا چی است؟ معناش این است که پاداش دهد الله جل جلاله برای تو پاداش نیک، الله جل جلاله برای تو جزای خیر و پاداش نیک نصیب بگرداند. پس معنای این جزاک الله خیرا این می باشد. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، یعنی یک کس برای شما خوبی کرد، پس شما برای اون یگان مکافات بدهید. میگه فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پس اگر شما پیدا نکردید ما تکافئونه، چیزی که برای اون مکافات بدهید، پاداش بدهید برای عمل نیک در حق شما کردن، فدعوا له، پس میگه در حق اون دعا کنید. حتی تروا انکم قد کافأتموه، به اندازه ای که شما خودتون احساس کنید که نیکیش را جبران کردید. یعنی چنان دعا کنید در حق آن کسی که برای شما نیکی کرده است، شما خودتون قانع شوید که واقعا، خودتون احساس کنید که واقعا نیکی اون انسان رو جبران کردید. به همین اندازه در حقش دعای زیاد بکنید. یا مثلا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، مثلا کسانی که ثروتمند هستند، بای هستند، وقتی که در حق تو نیکی میکند، یک هدیه و یک تحفت میدهد و تو گردانده برای اون مال بدهی، شاید قهرش میکند، زیرا که خودش صاحب مال و صاحب ثروت است. در این صورت بهتر و افضلتر چی است؟ در حق اون دعا کردن است، در حق اون دعا کنیم. اما اگر دیدیم اون کسی که به ما نیکی میکند محتاج است، احتیاج دارد به کمک مالی، به کمک مالی اگر احتیاج داشته باشد، پس بهتر و خوبتر است که ما برای همچنین یاردم مالیش هم بکنیم و همچنین در حقش دعا بکنیم. هم یاردم مالی اگر محتاج باشد، اگر محتاج نباشد دعا کردن در حقش. چنان دعا را زیاد کنیم که خودمان قانع شویم که واقعا
احساس کنیم که واقعا این دعای ما به یک درجه رسید. پس این بود حدیث 1495 کتاب ریاض الصالحین رواه ترمذی. و این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و قال حدیث حسن صحیح. این حدیث میگه حدیث حسن و صحیح می باشد. الله جل جلاله همچنین ما و شما را در سوره بقره درباره دعا کردن آیت 186 سوره بقره میگوید که و اذا سالك عبادی عنی فانی قریب و اذا سالك عبادی عنی فانی قریب. الله جل جلاله میگوید هرگاهی که پیغمبر تو را بندگانم درباره من بپرسند پس اونها را بگو که من بسیار نزدیک هستم به بندگانم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. الله میگه که من اجابت میکنم، قبول میکنم دعای دعا کننده را، طلب کننده را میگه من قبول میکنم هنگامی که من را دعا کند، از من بخواهد آن چیز را. فلیستجیبوا لی. الله سبحانه و تعالی میگه پس باید فرمانهایم را قبول بکنن آنها. پس ای بندگان فلیستجیبوا لی، الله میگه شما فرمانهای من را قبول بکنید. ولیؤمنوا بی، پس شما ای بندگان الله میگه ایمانی به من بیارید، ایمانی به الله داشته باشیم. لعلهم یرشدون، الله سبحانه و تعالی میگه تو اینکه آنها هدایت یابند. یعنی که این ایمان داشته باشی، بپذیری آن چیزی را که الله سبحانه و تعالی برای تو فرض گردانده است و همچنین ایمانی به الله داشته باشی، پس این برای هدایت خودت، برای راهنمای خودت به خیر خودت است و الله سبحانه و تعالی دعات قبول میکند و تو این شرطا که باشد دعای بنده قبول میشود. امام نووی رحمه الله حدیث 1496 کتاب ریاض الصالحین را آورده میگوید و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1496 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا تدعوا علی انفسکم. پیغمبر میگه شما بر ضد خودتان دعا نکنید، بر ضد نفس خودتان، برای هلاک شدن خودتان دعا نکنید. ولا تدعوا علی اولادکم، و همچنین در حق فرزندانتان بر ضد فرزندانتان هم دعا نکنید. یعنی در حق فرزندانتان دعای بد نکنید، یعنی که الهی نم بمری و الهی نم مردهت را ببینم و جوان مرد شوی و این دعاها را در حق فرزندانتان نکنید. ولا تدعوا علی اموالکم، و همچنین در حق بر ضد مالهایتان هم دعای بد نکنید. بر ضد مالهایتان دعای بد نکنید. مثلا ماشین داشته باشید، ماشینتون ویران شود بگوید بلاش زد، بلا بزنه تو را، یا که مثلا دعاهای بد خدا بگیره تو را. مثلا دعاهای بد در حق مالهاتون نکنید، چه ماشین باشد، چه خانه باشد، چه اسب و خر و هر مالی که شما دارید در حق اون دعای بد نکنید. لا توافقوا من الله ساعتا یسأل فیها عطاء فیستجیب لکم. میگوید که مبادا این بددعای شما موافقت کند از جانب الله جل جلاله به لحظه ای که یسأل فیها عطاء، درخواست کرده شود در اون لحظه عطای درخواست، اگر درخواست کرده شود فیستجیب لکم، که در اون لحظه شاید لحظه استجابت دعا باشد، الله دعای شما را قبول کند. پس شما در حق نفسای خودتان، در حق مالهایتان، در حق فرزندهایتان دعا نکنید. شاید همون لحظه دعا کردن لحظه استجابت دعا باشد. اگر لحظه استجابت دعا باشد پس شما هلاک می شوید. پس شما ای بندگان هلاک می شوید که بر نفس خودتان دعای بد کردین، دعاتون قبول شد، یا در حق فرزندایتان دعای بد کردین، یا در حق مالتون دعای بد کردین، دعاتون قبول شد، هلاک می شود. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که لا توافقوا من الله ساعتا، مبادا اون دعای بدی شما موافقت نکند از جانب الله به همان لحظه ای که یسأل فیها عطاء، در اون لحظه اگر درخواست شود فیستجیب لکم، الله جل جلاله استجابت میکند، قبول میکند در لحظه
استجابت دعای هر بنده را. از این حساب همیشه در حق خودت و در حق فرزندانت و در حق مالت دعای نیک بکن، شاید لحظه استجابت دعا باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1496 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1497 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1497 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن ابی هریره رضی الله عنه، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگوید هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد، یعنی نزدیکترین حالتی که بنده به پروردگارش می باشد این در حالتی است که بنده در سجده باشد. وقتی که تو عزیزترین و با احترامترین مکان پیشانیت را، سرت را خم میکنی، در زمین میگذاری برای الله جل جلاله، پس این نزدیکترین مکان، نزدیکترین لحظه می باشد که تو به الله نزدیک هستی. فاکثر الدعاء، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که پس شما دعا را در حالت سجده بسیار بکنید، در حالت سجده بسیار دعا بکنید که شما در نزدیکترین حالت به الله قرار دارید. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس ما و شما در نمازهای چی فرضی باشد، چی نفلی، چی سنت، هر نمازی را که میخوانیم در حالت سجده نزدیکترین حالت ما به الله بودن که هست، هر دعایی که میخواهید دعا بکنید، هر چیزی که میخواهید طلب بکنید، چی از دنیا باشد چی از آخرت، چی خانه خوب باشد، چی مال و ملک و چی زن و فرزند و چی ماشین و هر چیزی که از دنیا میخواهید در سجدتون دعا کنید. وقتی استجابت دعا هست شاید الله سبحانه و تعالی در همون لحظه دعای شما را قبول میکند. و آخرت را همچنین در همون سجدتون بخواهید، الله سبحانه و تعالی برای شما استجابت میکند. طلب رزق کنید، طلب رزق حلال و طلب توفیق بکنید در سجده. وقتی استجابت دعا هست در همون لحظه الله جل جلاله دعای شما را اگر استجابت کرد، پس شما سربلندی دنیا و قیامت را به دست میارید. حتی میده ترین چیز را میتونید شما در سجده از الله طلب بکنید، میده ترین خردترین چیز را، چطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لیسأل احدکم ربه حاجته کلها، یعنی که بپرسد، باید بپرسد هر یکی از شما پروردگارش را همه نیازهایش را، هر چی نیاز داری، هر چی میخواهی، انا همون چیز رو از الله بخواه، از الله طلب بکن. پیغمبر میگوید که حتی شراک نعله اذا انقطع، حتی بندی پاپوشید وقتی که خراب میشود، وقتی که میکند، تو این رو هم از الله جل جلاله بخواه. ببینید، حتی بندی پاپوشی که هیچ ارزش ندارد، حتی این رو هم میتونه شما از الله بخواهید. وقتی که بندی پاپوشی رو از الله خواسته میتوانی ای بنده، پس تو میتوانی ماشین از الله بخواهی و از الله خانه بخواهی که خانه نیک، ماشین خوب و فرزند و زن خوب برای تو الله سبحانه و تعالی بتید و همچنین توفیق تم بدهد و سربلندی دنیا و قیامت برات نصیب بگرداند. پس تو این دعا را کرده میتوانی. این بود حدیث 1497 کتاب ریاض الصالحین که رواه مسلمون. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است که ما باید در سجده دعای زیاد کنیم. بعد از این حدیث 1498 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1498 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عنه، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که یستجاب لاحدکم ما لم یعجل، یعنی که قبول کرده می شود برای یکایک شما دعاهایتان ما لم یعجل، یعنی مادامی که شما
عجله نکنید. مادامی که شما شتاب نکنید، سراسیمگی نکنید، دعاهای شما استجابت می شود، دعاهای شما قبول می شود. یقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی. یعنی عجله کردن، شتاب کردن و سراسیمه کردن چی است؟ سراسیمه کردن میگه همین است که یقول، اون انسان دعا کننده دعا میکند و دعا میکند، بعد میگوید که قد دعوت ربی، چقدر پروردگارم را دعا کردم، از پروردگارم خواستم، فلم یستجب لی، پس پروردگارم دعام قبول نکرد. این را میگن شتاب کردن، عجله کردن، سراسیمه شدن. پس این گپ را نگو، تو دعایت را کردن بگی، دعای تو قبول خواهد شد. این حدیث متفق علیه است. و بعد از این میگوید و فی روایت لمسلمین، در یک روایت در امام مسلم آمدگی است که لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع باثم، یعنی که همیشه پذیرفته می شود برای بنده مادامی که دعایی به گناه نباشد، یعنی گناه، چیزای گناه را طلب نکند، چیزی حرام را طلب نکند، دعای بنده میگه استجابت می شود. او قطیعت رحمین، یا قطیعه یعنی که بریدن صله رحم را طلب نکند. ما لم یستعجل، و همچنین شتاب نکند، عجله نکند، سراسیمگی نکند. یعنی همین سه چیز در دعا نباشد، دعای بنده استجابت می شود. یکمش همون دعا، همون درخواست تو اگر گناه و معصیت نباشد. دویم همون درخواست تو قطع صله رحم نباشد. سیم همون درخواست تو، سیم در وقت دعا کردن تو سراسیمگی و تو شتاب نکرده باشی. همین سه چیز در دعایتون نباشد، دعای تو قبول می شود. قیل یا رسول الله، پس اصحاب پرسیدن که رسول الله مل استعجالو، یعنی که شتاب خواهی چیست، یعنی عجله خواستن چی است؟ قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که یقول، اون بنده دعا کننده میگه که قد دعوت و قد دعوت، چقدر دعا کردم و چقدر دعا کردم، فلم ار یستجیب لی، پس ندیدم که دعایم پذیرفته شدگی باشد، پس ندیدم که دعام قبول شدگی باشد. فیستحسر عند ذلک، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه فیستحسر عند ذلک، پس در این زمان میگه مانده می شود و رنجور و خسته می شود انسان دعا کننده، و یدع الدعاء، و دعا را می پرتاید و دست می کشد از دعا، دیگه دعا نمی کند. وقتی که دل شکسته می شود میگوید که من اینقدر دعا کردم و دعا کردم، دعام قبول نشد، دل شکسته می شود. وقتی دل شکسته که شد دیگر دعا نمی کند، پس استجابت دعا برای اون انسان نمی آید. پس انسان نباید این طریق باشد، یعنی که همین سه چیز در دعاش نباشد. یعنی دعا را کردن بگیر، یعنی دعا را کردن چند حالت ها دارد. یکم حالت که تو از هر چیزی که از الله میخواهی، الله سبحانه و تعالی اون چیز برای تو میدهد، همون چیزی که خواستی میدهد، پس دعات قبول شد. یا الله سبحانه و تعالی یگان مشکلی، اون چیزی که تو خواستی اون را نمیتید، اما یک مشکلی بزرگ از سر تو دور میکنه و چندین مشکلات را از سر تو دور میکند به سبب اون دعای کردگیت. این هم فایده. و یا الله سبحانه و تعالی این دعای کردگی تو را همچون ثواب در نامه اعمالت می نویسد، در روز قیامت می روی پاداش این دعاهایت را خواهی گرفت. یعنی که دعا فقط این نیست که چیزی که بخواهی اون را برای تو بدهد. دعا حالتهای گوناگون دارد، یا همون چیز را برای تو الله میدهد، یا الله سبحانه و تعالی مشکلات را از سر تو دور میکند، یا الله سبحانه و تعالی در نامه اعمال تو همچون عبادت این دعای تو را نوشته میکند. یعنی دعا همچون عبادت است، پس الله سبحانه و تعالی همچون عبادت این دعای تو را در نامه اعمال ثواب نوشته میکند. پس این هست حالتهای دعا، و انسان نباید از دعا کردن دلخسته و از دعا کردن شکسته حال باشد و رنجور بگردد. یعنی همیشه باید انسان در قوه کامل و با اطمینان پره حاصل کند که این دعاش قبول می شود. یکی از این پاداشا را می گیرد، یا که همون چیزی خواستش به دست می آورد، یا یک مشکلی از سرش دور می شود، یا این عبادت در نامه اعمالش نوشته می شود. پس با اطمینان کامل انسان باید دعایش را دوام دادن بگیرد. پس این بود حدیث 1498 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این
حدیث 1499 کتاب ریاض الصالحین و این حدیث 1499 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همینجا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.